چرا به دلیل غمگین هستیم؟ یا هیچ دلیل معلوم نیست، علت معلوم نیست، ولی ما خوش نیستیم. ما از موقعیت ها، محافل، برنامه ها، میهمانی هایی که دیگرها ازش لذت میبرن، ما لذت نمیبریم. به رقمی که دیگرها ازش خوش است، دیگرها ازش راحت است و یا خوب به سر ببره، ما او رقم نیست. این سوالی است که ممکن به ذهن شما خطور کنه و من هم امی اواخر زیاد با این سوال روبرو شدم و آرزو دارم که آنچه که بحث میکنیم در این مورد مؤثر واقع شود. در روانشناسی هیچ مشکلی و هیچ غمگینی یا بگوییم هیچ ناراحتی بی دلیل نیست، یا بگوییم هیچ چیزی بی دلیل نیست، بی علت نیست. حتما دلیل، انگیزه، سبب، عامل شده که فرد حسش، رفتارش و افکارش به او رقمی که او حس میکنه و فکر میکنه رخ بده برش، تغییر کنه و دچار مسئله شود. در غمگینی بی دلیل هم ما باور ما در روانشناسی است که حتما چند مورد، چند دلیل در این مسئله نقش دارد. در قدم اول، آنچه که به عنوان عامل اول میشه برش اشاره کرد، استرس است. افراد و اشخاصی که دچار استرس است معمولا معلوم نیست برش، خبر نیست ازش، ولی حس میکنه که غمگین است، حس میکنه که خوش نیست، حالش خوب نیست، یا هیچ چیزی حالش خوب نمیکنه. پیشنهاد ما به این مورد و در این موردی است که این عزیزان ما میتونه برای بالانس و تعادل هورمون خود، برای کاهش استرس خود، نفس عمیق، یوگا، مدیتیشن و عبادت از دل را انجام بدن که آرامشان بسازه و استرسشان دور شد. مورد دوم را که میخوایم اشاره بکنم حمایت اجتماعی است. یعنی چی؟ یعنی مراودات اجتماعی، روابط اجتماعی، روابط با دوستان، روابط با خانواده، روابط با همکاران اگر یک بازنگری شود و یک بار باز سرش فکر شود، بهبود بیابه، من باور دارم که این حس یا این سوال که چرا به دلیل غمگین هستیم از ذهن ما میره. مورد سوم نبود یک چشمانداز در زندگی است. یعنی ما وقتی که هدف مشخص زندگی نداشته باشیم، ما وقتی برای زندگی ما یک معنا نداشته باشیم و یا بگوییم که سر خود و آنچه در پیرامون ما میگذره تمرکز نکنیم، ما دوچار نموتر یک حس میشیم که گویا بی دلیل غمگین میشیم یا بی دلیل حس میکنیم که خوش نیستیم. مورد چهارم را که میخوایم اشاره کنم اختلالات روانی است. امکان نداره که ما بی دلیل، بی انگیزه و بی سبب دوچاری حس باشیم. حتما افسردگی، اضطراب، بایپولر، وسواسی و یا هم مشکلات همچون اعتماد به نفس پایین، استرس، امثال و موارد ممکن در این مسئله دخیل باشه. در نتیجه میشه گفت که این سوال که چرا ما به دلیل غمگین هستیم یک سوال عام است، برای اکثریت ما پیدا میشه و قرار نیست زیاد ایرجی بگیریم، زیاد ور خطایش شیم، زیاد نگران شیم. یک سوالی است که پیش عام است، همه مردمی را حس میکنن و آنچه که زیاد میتونه کمک بکنه و مؤثر باشه ورزش است، رژیم غذایی است، بهبود روابط است، تعیین اهداف است و در کنارش اگر اختلال بود، بیماری بود، مشکل خاصی بود، درمان است به شکل مسلکی. اگر مثل امی که چرا به دلیل غمگین هستم یا موارد در زندگیتان و آنچه که شما با او روبرو میشین سوال دارین، حتما در کامنت بنویسین. در برنامه های آینده و بحث های آینده رویش صحبت خواهد.